تصمیم دارم جز اولین کارهایی که انجام بدم در صورت رأی آوردن این خواهد بود که لایحه‌ای رو در ضمن اختیارات شوراها تقدیم مجلس بکنم با کمک وزارت کشور و امید دارم که بسیاری از این گلایه‌ها، ناراحتی‌ها، دشواری‌ها یا این احساس عدم امنیت‌ها در قالب اون شورا براش راه حل‌ای دیده شده باشه و خود اون زمینه‌ای رو ایجاد می‌کنه که در سطح ملی به طور طبیعی مدیریت کشور یا فضای مدیریت کشور گشاده بشه بر روی همه ظرفیت‌های موجود برای قومیت‌ها، سلیقه‌ها، ادیان و نظایر آنها، که اون شوراها چنین ظرفیتی رو دارن و همین رو یک وسیله بسیار کارآمد می‌دونم که البته با کمک همه ارکان دیگر نظام از جمله مجلس انشالله باید صورت بگیره و من با تجربیات اجرایی خودم قطعا میدونم که میتونه طرح موفقی باشه و هیچ نوع مشکلی در کشور ایجاد نخواهد کرد بلکه مشکلات کشور رو حل خواهد کرد.